فرزند هدیه و هبه پروردگار است. رب العالمین وقتی در قرآن ما و شما را یعنی در برابر فرزند ها ممنت میکنه، میفرماید که استعیذ بالله یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. صدق الله العظیم. رب العالمین میگه شخصی را بخواهم برای او دختر هبه میکنم و شخصی را بخواهم برای او یعنی که پسر هبه میکنم، با شخصی را بخواهم هم دختر هم پسر براش هبه میکنم و بعضی انسان ها را در جامعه به نسل میگردم. یعنی که فرزند این هبه و هدیه پروردگار، اگر اون نخواهد اون نبخشه یعنی که ناممکنه، محاله که انسان فرزنددار شد. وقتی که الله رب العالمین هر کدام ما و شما را فرزنددار کرد، حقش همین است که باید که شکرانه این فرزند به جا بیاره. در اصل باید شکرگزار باشه که رب العالمین این یعنی هدیه و هبه قیمت بهای حیات برای ما و شما را یعنی که نصیب گردانده است. باید که حقی این فرزند ادا کنیم. وقتی که انسان فرزنددار شده یک مسئولیت خیلی سنگین در بالاش میآید، یعنی یک مسئولیت خیلی وزین به بالاش میآید. اون مسئولیت چه برادر عزیز؟ مسئولیت اینه که حق او فرزند ادا کردن، ابتدا شکرانش به جا آوردن. بعد از آن پدر باید قصد اراده داشته باشه که انشاءالله فرزند تعلیم تربیه میکنم، فرزند صالح میگردانم، فرزند به ادب و اخلاق اسلامی میآموزم تا اینکه در جمعیت یعنی یک نمونه و یک انسان خدمتگار، انسان خوبی باشه. اگر انسان حق فرزند ادا کرد، این فرزند هم در دنیا هم در آخرت برای پدر و مادر مایه افتخار می شود، نعمت می شود برای یعنی پدر و مادر هم در دنیا هم در آخرت. اما حقش ادا نکرد، اگر این فرزند هم در دنیا یعنی پدر آزار می دهد، رنج می دهد و هم در آخرت با در بالای یعنی که پدر مادر در بالای پدر یعنی که دعوا میکنه، شکایت میکنه. با این خاطر وقتی که ما و شما فرزنددار شدیم باید حرکت داشته باشیم که حق فرزند ادا کنیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش میفرمایند که ان لاهلک علیک حقا، اهل شما در بالا تو حق دارن، یعنی فرزنداتو در بالا تو حق دارن، حقشون ادا کنه که در قیامت فرزندا در بالا تو دعواگر میشن، یعنی که دامنگیر میشن. رب العالمین هم در قرآن میفرمایند که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، نگه بدارید نفسهای خود را و اهل خود را از آتش دوزخ، که در دوزخ انسان ها و سنگ ها میسوزند. یعنی حرکت کنی هم خودتون هم فرزندات و اهل دوزخ نگرده، یک حیات و یک زندگی داشته باشه که هم دنیا تو آباد باشه و هم آخرت آباد کنی، یعنی از روی حیات دنیا آخرت ویرانه نگردونه. رب العالمین هم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خاصتا امر کرد که و امر اهلک بالصلاه، ای محمد صلی الله علیه و سلم اهل تا امری به نماز که یعنی که اهل نماز باشن، اهل تقوا و اهل عبادت باشن. برای همین ما و شما هم باشیم برادر عزیز بزرگواری من، وقتی که الله بزرگوار برای ما فرزند داد یعنی فرزنددار کرد، یقین بدانیم که این هدیه و این هبه قیمت بها را پروردگار برامون بخشیده است. یعنی نسبت به این هدیه، نسبت به این یعنی هبه الهی به پروا و به اهمیت نباشیم، چون که بسیار یعنی که جوابگری سخت در آینده در آخرت داره. اکنون دیگر اینکه برادر عزیز ما و شما در بگیم دهه آخری ماه رمضان قرار داریم. یگان هفته مانده است یا زیادتر یا کمتر که این ماه از ما رخت یعنی سفر میبنده و از ما میرود. البته پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ماه رمضان برای انسان هایی که از لحظه هاش استفاده بردند در روز قیامت او شخصیت شفاعت میکنه. اما شخصیتی که یعنی به پرواگی کرد یعنی قدردانی نکرد، احترام نکرد، از لحظه های رمضان استفاده نبرد، از او شخصیت ماه رمضان در قیامت یعنی که شکایت میکند. به این خاطر ما و شما حرکت داشته باشیم که از این لحظه های آخری این ماه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در دهه آخر از عایشه مادر روایت میکنه که وقتی دهه آخر رمضان داخل میشد، حضرت چقدر حرکتش یعنی سعی تلاش و عبادتش زیاد میشد، داخل مسجد میشید یعنی اعتکاف مینشست، یعنی خیرخواهی و نیکوکاری حضرت چقدر زیاد میشه. اینها چی بودن برادر عزیز؟
یکمش تقوا، همیشه اهل تقوا باشیم. خداوند در سراسر قرآن انسانهای متقی را وصف تعریف کرده است که یعنی قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، قرآن هدایتگر و راهنما و راهبر برای انسانهای متقی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و قدرترین و بهترین شما در نزد الله انسانهای متقی هستند. و الله یحب المتقین، الله بزرگوار انسانهای متقی را دوست می‌دارد. یعنی چقدر آیات‌های زیاد است در وصف تعریف انسانهای پرهیزگار و متقی. دویمش همیشه پایبند عبادت بودن و سومش یعنی سخاوتمند بودن. سخاوتمندی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که فعل تمام پیغمبرهای گذشته است. بخیلی و ممسکی و دلتنگی فعل تمام دشمنان خدا، فعل فرعونی ها و ابو جهلی ها و نمرودی ها و قارونی ها هست. یعنی که اونها را هم بخیلیش و فرعون و نمرود و ابو جهل کرد، اما دوستای خدا را سخاوتمندیش و یعنی که در عالم چیکار کرد، اونها را بزرگ کرد. عزیزای خدا میفرمایند که ماه رمضان یک مدرسه هست که انسان یعنی که تربیت میکنه، پرورش میکنه. انسان باید از مدرسه رمضان سه چیز تعلیم بگیرد در دوام حیاتش. نه تنها فقط از همین رمضان استفاده ببره، بلکه در تمام لحظه عمرش استفاده ببره. چنانچه که ما ماه رمضان یک فصل موسمی یعنی که غنیمت میدونه، یک فصل موسمی عبادت میدونه، در اصل حیات ما برای ما یک فصل موسمی غنیمت است، بسیار زود و تیز میگذره. ما باید از ماه رمضان سه چیز در حیاتمون درس بگیریم. یکمین چیزی که ما از رمضان باید درس بگیریم تقوا هست، پرهیزگاری است. ببینید ما و شما الحمدلله در روزها یعنی که از خوردن و نوشیدن چیزهایی که در غیر رمضان حلال هستند، درست هستند، اجازت هستند، اما در ماه رمضان الله که ما را معن داشته است از خوردن و نوشیدن، از همخوابی یعنی همراه همسرهای خود خودداری میکنیم، یعنی که حذر میکنیم، تقوا میکنیم. به چه خاطر؟ به خاطر که پروردگار معن داشته است. چنانچه که در رمضان از چیزهای پاکیزه و حلال به خاطر اطاعت پروردگار حذر میکنیم، ما باید در غیر رمضان از چیزهای حرام و معصیت گناه این چنین حذر داشته باشیم. یعنی که نه تنها ما بنده رمضانیم، ما بنده الله رب العالمین. ما را در قرآن امر کرده است که واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ، تا همون لحظه که وقتی دنیا بود میشه و وقت سفر میبندی به آخرت، تا اون لحظه را بنده پروردگاری باید بندگی. یعنی یکمین عبرت درس رمضان برای ما همین است که ما باید که یعنی که تقوا و پرهیزگاری که در رمضان داریم در دوام عمرمون ایچ دوام بتیم. یعنی که بعدی رفتن به تقوا، بعدی رفتن رمضان یعنی به تقوا خیر خوش نکنیم و پیش آمد و خوش آمد نگیم. یعنی هر چیزی که شبهناک است و مکروه است و حرام است و گناه است الله رب العالمین نهی کرده است، از اونها حذر داشته باشیم. دویم درس رمضان برای ما و شما همین است برادران بزرگواری من که ما و شما چنانچه که در رمضان همیشه پایبند عبادت هستیم، روزدار، شبها نماز شب داریم، وظیفه تلاوت قرآن، توبه و استغفار و ذکر عادت داریم در رمضان، باید در غیر رمضان هم باید همین عادت همین کارمون دوام دهیم. چون که یعنی که فصل عمر چی است؟ غنیمت است. لحظه عمر اندک است، بسیار زود و تیز میگذرد. دویم درس رمضان همین است که ما باید همیشه پایبند عبادت باشیم، از شبهای عمر استفاده ببریم، از لحظه های عمر استفاده ببریم، تا اینکه وقتی که از دنیا به سوی آخرت بازگشت میکنیم اهل حسرت نباشیم. و سوم تعلیمات و درس رمضان برای ما همین است برادر عزیز که ببینیم ما عادتا در ماه رمضان انسانهای دارنده افطار میکنن، سخاوتمندی میکنن، حتی بعضی هاشون زکات ها را در ماه رمضان ادا میکنن چون که فضیلت در این ماه زیاد است. و این چنین ما با در ماه رمضان صدقه فطر داریم که اینها همش دلالت و اشاره برای سخاوتمندی میکنن. یعنی سوم چیز ما باید سخاوتمندی را از ماه رمضان درس بگیریم که این چنین در دوام عمر ما سخاوتمند باشیم، یعنی مسکین ها و کمبغل ها و انسان های محتاج یعنی که طعام دهیم و از مال ها و انسان های یتیم بی‌وزن، انسان های نادار یعنی که دستگیری کنیم، یاردم کنیم تا اینکه در قیامت در بالام دعواگر نشوند. رب العالمین در قرآن میفرماید که انسان هایی که در دنیا زکات ادا نکردن و انسان های یعنی مسکین کمبغل رحم نکردن، اونها را دستگیری نکردن، اونها در قیامت در بالای اینها دعوا میکرد، میگفتن ای پروردگار این بنده در دنیا در حق ما ظلم کرد، حق ما را پایمال کرد، یعنی او حقی که تو در بالاش فرض گردانده بودی او را برای ما ادا نکرد. یعنی سوم تعلیماتی در رمضان برای ما چی است؟ سخاوتمندی هست برادران بزرگواری.
یعنی این سه چیزی که بزرگا عزیزای خدا برای ما تعلیم دادن، حرکت کنیم در حیات ما اینها را عملی کنیم تا اینکه هم دنیا و هم آخرتمون یعنی که آباد